وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از مرگ دو کودک در دو صدمه علایده در جنوب این کشور خبر داد. شب 3 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 00:10 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا نظاموف محمدالله سال تولدش 1994 ساکن نویه حمدانی هنگام حرکت از سمت نویه واسه به سمت نویه حمدانی در راه کلان ماشینگرد دهه گلاباد از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبرآمده نابالغ میرزویف عبدالرؤوف سال تولدش 2012 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خورسال میرزویف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همان روز 3 ایول تخمین ساعت 2:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا رایمبکوف فریدون سال تولدش 1993 ساکن شهر خوروغ هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر خوروغ در راه ماشینگرد دهه خواجه غلطان نویه شمس‌الدین شاهین از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبرآمده نابالغ نصرالدینوف ابوبکر سال تولدش 2012 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خورسال نصرالدینوف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر دانسته می شوند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.